خوش آمدید به پادکست بیایید در مورد آن صحبت کنیم که توسط لاها یک پلتفرم آنلاین ارائه شده است. جایی که دختران نوجوان و زنان می توانند اطلاعات مربوط به سلامت، ایمنی و رفاه خود را به دست آورند. محتوای ما بر اساس دانش علمی بوده و تنها برای اهداف آموزشی است. این پلتفرم برای جایگزینی مشاوره یا درمان حرفه‌ای طراحی نشده است. اسم من رعنا است و امروز می‌خواهیم در مورد اقدامات ضروری که باید بدانید صحبت کنیم. در صورتی که شما یا کسی که می‌شناسید مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشید. اول بیایید درباره آنچه که شما ممکن است از خدمات صحی انتظار داشته باشید صحبت کنیم. ممکن است شما با قسمت پذیرش صحبت کنید تا به مکان مناسب کلینیک صحی هدایت شوید. این ممکن است در ورودی مرکز صحی یا اتاق اضطراری باشد. اما برخی از امکانات ممکن است کارمندان اجتماعی یا مکان‌های متمایزتری داشته باشند که از آن طریق می توانید اطلاعات کسب کنید که به کجا بروید. متأسفانه تمام کارکنان صحی ممکن است حمایت کننده یا همدل نباشند. به یاد داشته باشید مهم نیست که هر کس چه می گوید. این تقصیر شما نیست و شما حق دسترسی به خدمات را دارید. شما باید در یک اتاق خصوصی و محرمانه قرار بگیرید. اگر اینطور نباشد یا شما احساس راحتی نکردید، ممکن است برای یک اتاق بررسی خصوصی تر درخواست کنید. بعضی از مراکز صحی به طور خودکار یک دکتر یا پرستار زن را برای ارائه درمان و مراقبت از زنان و دختران فراهم می کند. اما همیشه اینطور نیست. شما می توانید درخواست حضور یک کارمند صحی زن را کنید. اگرچه ممکن است این حالت در تمام مراکز صحی بر اساس تعداد کارکنان در یک مکان خاص امکان پذیر نباشد. اگر سن شما کمتر از 18 سال است، ممکن است برای دسترسی به خدمات مراقبت‌های صحی به یک بزرگسال نیاز داشته باشید. اگر شما پدر و مادر یا یک عضو خانواده قابل اعتماد ندارید، یک کارمند اجتماعی ممکن است بتواند شما را همراهی کند. اما این امر نظر به موقعیت‌ها متفاوت است. یک مجموعه درمان جهانی برای قربانیان تجاوز برای جلوگیری و مدیریت پیامدهای احتمالی سلامتی وجود دارد. توصیه می شود که بازماندگان پس از وقوع حادثه به مراقبت‌های بالینی دسترسی داشته باشند. ممکن است برای این نوع مراقبت‌های صحی هزینه‌ای باشد، اما همچنین ممکن است در برخی از مراکز مراقبت‌های صحی رایگان باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با یک کارمند اجتماعی در منطقه خود صحبت کنید و به یاد داشته باشید شما حق دارید که از نتایج و پرونده‌های صحی خود یک کپی آن را بخواهید. اگر می خواهید شواهد مربوط به آنچه اتفاق افتاده است را جمع‌آوری کنید تا به محکمه بروید یا آزارگر خود را به پلیس گزارش دهید، می توانید یک آزمایش فورنسیک درخواست کنید. در این صورت توصیه می شود که بعد از حادثه از حمام یا رفتن به تشناب اجتناب کنید. چون این آزمایش هایی می تواند در هر زمان انجام شود، اما شواهد فورنسیکی بیشتری در 48 ساعت اول پس از تجاوز وجود خواهد داشت. تصمیم گیری با شماست که آیا می خواهید چنین آزمایش را انجام دهید یا خیر. شما مجبور نیستید تنها بروید. از یک دوست یا اعضای خانواده یا یک کارمند اجتماعی بخواهید که شما را همراهی کنند. اگر تنها می روید، می توانید در مرکز صحی در مورد یک مشاور یا کارمند اجتماعی که ممکن است بتواند شما را در طول این پروسه همراهی کند بپرسید. اطلاعات بیشتری هم در مورد چگونگی دسترسی زنان و دختران به انواع مختلف خدمات در لاها که یک فضای امن مجازی است وجود دارد. به یاد داشته باشید هیچ کس سزاوار تجربه خشونت نیست و هر تجربه فردی جدی است. شما سزاوار باور و حمایت هستید. اگر شما سوالات بیشتری دارید یا می خواهید با شخصی صحبت کنید، می توانید به سایت laha.org مراجعه کرده و با کلیک بر دکمه یافتن خدمات با یک ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید یا با استفاده از قابلیت جستجو موضوعات بیشتری را کاوش کنید.